لازم بود بگه برم صحبت گستاخ کرد که کافی و شافی باشه و نظریه که بعدم قماندان صاحبا دادن عظیمی صاحب و عالی صاحب و باقی برادرها که عاجل کار شود. دیگه من فکر میکنم که رمز کامیابی امروز و فردای ما شما خدا به بعد این مسئله و دیگه تصمیم است. دیگه من تصمیم داشت میشم کمتر شما شکست چیز بچیدن چرا بچیدن من بگه میرم میمانیم یک فرصت دیگه و یک وقت دیگه یک خود خواست و منطقه و دیگه خود رفتیم بعد از دوباره باز بگویم که کامیابی ما در چی بود و هم یقیم نشینی ما در چیست. چرا در این شب بیره طولانی و دراز نمیکنیم مثل این صحبت میکنیم. اگر من فقط سر چند نقطه میخوایم مختصر سرش چیز کنیم. اول لازم بدانیم که واقعا صمیمانه از همه قماندان صاحبا از هر فرد مجاهد از هر فرد مردم این منطقه ربنا آدم تشکر کنه دیگه قدردانی کنه که خور، کلان، کن، زیاد، زن، مرد هر کس به قدر و وسع طاقت چیزی که در توانش بوده زحمت کشید. این بوده که بگویم که جبهه طرف اجراب ای کار کرد فلان نفر ای کار نکرد اونو جبهه مقاومت کرد ای جبهه مقاومت نکرد. زحمت کشی برادرای کوهستانی ما کاپیسا استقامت امی حمله که مولا مصدوم بود اصلا سمت استقامت حملهش بود جدا قابل قدر است. طرف بگرام که آدم میبینه امی که در کوی توپ حمله میکنه دشمن با تانک خود امی بچهای سید خیل دیگه پشت سرش امی خود منطقه بگرام خرد و کلان با دست خالی که تانک زمین مردم میدوید آل تانک درش از قدمه استقامت بازم بگرام میبینیم دیگه قسمت های پروان دسته به قسمت قره‌باغ در ارتباط با سرک نو امی زحمتشان تلاششان تا دوباره بگرام دمو حالت گرفتن یقدر تانک و توپ زدن یقدر مقاومت کردن این رحمت به پدرشان در جای خود مقاومت کردن استاد شدن تلاش در بدترین حالتی که کوبچا پشت سرش گرفته است دشمن در پشت سرش دور خورده دمو حالت هم دشمن در خط کونه حمله میکنه مگر در اموز هم خط کونه مقاومت میشه در دان دشمن زده میشه. خط غربند تا زمانی که خود ما و شما نگفتیم که عقب بیا و این خط در حالت خود اثبات به این ترتیب یعنی واقعا که چی مسئولین کلان بوده چی قماندان بوده چی سرگروه بوده چی افراد پایین بوده هر یک در حد خود در توان خود مقاومت کرده تلاش کرده که جدا قابل قدر. در ارتباط با ملت هم که پیشتر اشاره کردم همین صحنه در خراشه که ما و شما میبینیم از این که در بالاتر فداکاری نیست که همین مردم دیگه با وجود از این قدر از این قسم وضع از این حالت دیگه نمو تسلیمی را به خود ننگ میدانه مرگ میدانه اموج تسلیم نمیشه و امی جنجال امی دنیای از مشکل و بدبختی را به خود قبول میکنه مگر اینقدر غرور داره اینقدر غیرت داره که تسلیم بیگانه نمیشه در مجبره تسلیم میشه. دیگه میاد در قسمت کار آینده خب حالت آمد تو را گفتم باز یک زمان تشریح میکنیم. الحمدلله قماندان ها سالم افراد سالم روحیه شکسته نیست. امیگه پیامی امان الله خان یادم میاد که کاش که دشمن به میزور ما را میشکستان باز میگفتیم که دشمن زور بود شکستان دشمن شکست خوردگی یک حالت آمد یک ترتیب شده یک پراگندگی دیگه از یک حالتی ایجاد شده. قماندان ها گفتم مسئولین ما الحمدلله سالم قماندان ها سالم مجاهد است سلا در دست ما و شما است مرمی است مهمات است و دشمن سخت دشمنی است که ضربه خورده تلف داده وسایتش از دست رفته دیگهش از دست رفته تلفات داده و نمونهش نگه به مولانا و نسل بینه که دمه قدر روز سابق ما و تو عقب میششتیم تا کجا ترتیب میشه آل اول ریسفه در رایی میکنه باز قماندان منطقه را رایی میکنه باز تانکش در منطقه بیایه یا نبه با مترتیب روحیش معلوم است که به چی ترتیب است چی راه گفت من همیست که اگر من میگویم که یک دقیقه پیشتر میتونیم تال نتیم این فرصت از دست نتیم. اولا ما و شما همه قدر که به پایان بالا پیش می طفل سیاسر میگردیم به کدام چشم بگرده همین مردم بگه که شما کلتان جور سلایتان در دست ما چی که فکر این وطن اگه چیز گرفته دشمن بود یعنی به خدا او طرف خو
از یک طرف جگری آدم خون میشه. قسم به پروردگار که هر دفعه که میرم بگم پروردگارا 100 دفعه میمردیم، همین مردم ما را میگه جور نمیدی که نه مردین، نه کشته شدین، نه اسیر شدین، شما را چی شده منطقه را ترک کرد؟ و هر دفعه که در فکر از این میشم که مهاجر بره طرف بدخشان، آینده‌ایشه که فکر میکنم، منطقه را فکر میکنم، آینده مردم را فکر میکنم، بگم بازم پروردگار از آسمان سنگ بباره خوی کار نشه. تا کجا بره، چی ترتیب شوه، ما تلاش خدا میکنیم، مگر این راه حل اساسی نیست. نه به خدا که بدخشان راه حل اساسی باشه. سبا در اوجه که باز رفت کجا بری؟ در لب دریا فهمید یعنی دیگه او طرف تاجیکستان را نته، پیرادار روسی باز در اوجه باشه تا سرحد از او درش کنه. اگر به او پناه ببریم چطور؟ این ننگ تاریخ کجا ببریم؟ اگر در ایجا دفاع نکنیم باز اوجه کجا دفاع کرده بتونیم؟ در ملک بدخشان کجا باشه؟ گپ من همیست که لحظه تال نتی. در رقم با توفیق خدا میتونیم دشمن در یک روز تار کنیم. یه روز دوم، روز سوم، چهارم کار نداره. من یک مثال عادیشه بگویم. این یک مثال عادیش. امیم شب بره پل جبل سرات، پل امیچی در گلبار روباری خود قطع میکنیم. همال با تانکا قطع است. از این میشه ما و شما میمسته که این مردم مهاجر برآمد. امی تفنگ سرشانه ما مارش کرده درآییم به کوهستان. گروپ کوهستان پیش، کاپیسا پیش، کوهستان پشتش، پروان پشتش، جبل سرات پشتش، همین مارش کرده بریم. تو خدای تمثال پل سیاد همون تو مردی هستم برای ما تو جمع کنم. یک ولایت خودم یک شو بگیریم تا نمیگیریم؟ حالا تایج ششم چرا دام ولایت نشینه؟ همینجا راست میریم دست پل سیاد. 2 تا تانک شوش رفته، 4 تا شوش، 5 تا که دشمن پس جمع کنه خدا پس بیادم یک پل سیاد. من بگویم باز تکرار میکنم. این یک تکتیک آسان. پل از اینجا خود خیلی فردا شد قطار کاپیسا پیش، کوبند از او بغل کاش، کوهستان پشتش، جبل سرات پشتش، کابل پشتش. یوسته و لیک ما تو میدم موجه حرکت کنیم بریم. 4 تا مرمی رسام زده که حالا آمدم. تو خدا بین خود هستیم. امی دشمن استاد میشه خط مندازه. دشمن کجا میره؟ او که از جنای تگاو آمده بود، او خلاص از او قوه. او قوه دیگه رفته طرف چیز، طرف چنم داره طرف کودامن و طرف چاریکار رفته. دریا سرحد اینا قپل دفاع. امیتون نیست؟ نه امیتون نیست. حالا که میشه ششتن این مردم بیچاره مظلومه از گشنگی پاش دراز شدن. هم یک غیرت تا موجه رفتن گپش چی میشه؟ خب پل سیاد رسیدی، تو بسته بکنی بچه بغرام مولانای سید خیره به خدا گشتاریش کن. از دریا میداره در سید خیله. اون چاریکار سید که از پشت سر صدای خوجا نبی برآمد که بدر در زیر چاریکار هستم. 2 تا راکت بزنه در بغل چاریکار. او در جبل سرات میشینه، پدر کلانش اگر در جبل سرات میشینه. ببین یک پراگندگی آمد. خط ما در کابل کجا بود؟ دیگه کجا بود؟ دشمن با یک پای جمع آمد، با یک تعداد تانک یک نقطه ضعیف گیر کرد، پشت سر ازت یک پراگندگی به وجود آمد. حالا که جمع شدیم بیایی که ما و شما مشتواری پس دارم. حالا حداقل حالا یک نفس ما راست شد، یکی دیگر را شناخت. تو کجا؟ او کجا؟ جمع شدیم پس خود یک مشت جور، یک مشت جور شدیم، همین مشت وارد داخل شد. کل طرح ما همی گپ نیست که در قسمت کوهستان دیگه طرح میتونیم بکنیم، دیگه طرح میتونیم. من میگم پشت بسیار گپ کشال نگردیم. این مردم زیاده که دیگه می گپ میزنن عمل معلوم نه روزا را کرد. همین کوتاه صحبت و تک تصمیم گرفتن دیگه. بخون گپ من همیست بین که ثبات یارم مشوره میکنه امشب چند نفر قماندان محدود گوش کنین، چند نفر قماندان محدود امشب بعد از نان دیگه قماندان صاحبا را رخصت میکنیم. استاش تشریف دارن از کل کوهستان عظیمی صاحب با 3 قماندان لواش آقا جان بشینه اینمیجا 3-4 نفر بس. از آجی صاحب امره چند تا قماندان کلاناش بشینه میشه. آلماس خان نیست معاونش هست، مولانا چند نفر میشینه میجا.
8 9 10 نفر امشب پروگرام جور میکنیم، تعداد جمع میکنیم، سبا مرمی راه را بند میکنیم، همین راهی که یک نفر نمیمانیم پوست ببریم، مرمی و مهمات خود توزیع میکنیم تا دم دیگر خود به تعرض میریم در وطن خود. وطن خود میریم، اگر این قوه به توفیق پروردگار تار مارش نکرده، این قوه جمع بود که تیت شد. باور داشته باشین، یقین داشته باشین که من منبع اطلاعاتی قوی در بین دشمن داشتم که لحظه به لحظه مرا در جیران میگذاشت. امشب هم شما در رادیو خواد شنیدین که صاحب منصبای پاکستانی که کشته نامش در رادیو BBC اعلان میکنه. پاکستانی در می جنگ 5 صاحب منصبش که با اسم با ولد با دیگه نیست بچه نامش بشه، 11 نفر 6 نفر دیگه از کماندوهای چراتش، 127 نفر تلفات پیادهش است. خودشان میگه پیش از اینمی تعرض قبول کرده بودن که جنگ باخت، خلاص جنگ نمیشه، جنگ باختگی است. با منابع ما میگفت که 20% خواهی که آوردن کشته و زخمی قبول کنین که 20% کشته و زخمی چیز نماند، روحیه وجود نداره. این اطلاع بود، از اطلاع مکده دیدن خوده. از هر قماندان که پرسان میکنه میگه که تانک داشت و روحیه میکردن، یادم نداشت، روحیه نبود. گفت که به می ترتیب است. ترتیب پروگرام به توفیق خدا از خدا کمک میطلبیم توفیق. امشب به می تو جور کنیم که امی قوه توته شود دربه، نفهمه که من از کجا ضربه خوردم، از کجا قطع شدم، کجا پشت سر ما دور کرد، به سبا به دگه شبش چرا راکتای ما فاید این بغل قره‌باغ رسیده باشیم، در اوج رسیده باشیم، دنیا هم سرش خوش شود، چشم 4 تا پیچه سفید و مهاجر و طفل سیاسر امام در اینجا خوش شود، مردم هم بگه که والا مردم مرده بودن. اگر یک حالت پراگندگی آمد سلسه کنه تار بار میشه، این قوه را در 3 ماه دیگه جمع کردن نمیده. درست است میگه؟ امشب بشینیم همه قماندان صاحبا کمر بسته است، از همین مهاجرت کرده تو خدایت می مردن دموجش هم نیست، خوبتر نیست، فیصله همی است. کدام کس خدا کدام گپ دیگه نداره. استاد خیسر دعا کنیم بخیر. درست درست. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. الهی تو مدد و نصرت غیبی تو رسید. الهی تو دشمن سر ما خوش نساز. پروردگار تو ملائکه با کمک ما روان کن. خدایا اگر ما مظلوم هستیم تو یار مظلومان. خدایا اگر ما صلح خواستیم تو یار صلح خواهان. خدایا اگر ما عزت از این ملک میخوایم تو یار مردم با عزت است. پروردگار تو با ما کمک کن. پروردگار تو دست ما رو بگیر. خدا قدم های ما را ثابت نگه، خدا نشان ما را مصدق بساز. پروردگارا دعای ما را